خوش آمدین به یک ویدیو دیگر از چنل ما. دوستان در تلگرام خیلی مسیج کردین چطور مووی استایلی بسازیم. خوب استایلی مو حرف میم کسی شما جور میکنین. خوب چی رقم جور میشه؟ گفت ما نتونستیم. من به چندی تا گفتم که این رقم جور میشه ما نفهمیده بودن. گفت یک ویدیو ضبط کو. خوب دوستان عزیز، از این بیشتر من وقت نمیگیرم. اگر میخواستین یاد بگیرین که چی رقم از شکل کد مووی جور کنیم، حتما ویدیو ما رو تا آخر تعقیب کنین و اگر بیننده جدید ما هستین حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین، ویدیو ما رو لایک و کامنت کنین. بهتون خوش میشم. بریم به طرف خب دوستان عزیز، فعلا کسایی که آیفون داره میتونید از این رقم الفاکو جور کنید. خب کسایی که گلکسی داره انشالله ما به شما یک ویدیو ضبط میکنم. خب منتظر باشه. خیلی که مسیج کردن، ما گفتم در آیفون در مووی جور میشه. خب گفتن خیر یک آموزش بان. خب ببینید بچه‌ها، ما در برنامه انشاء جور کردیم در مووی هم نه به این شکل یک معرفی که از ما درخواست شده و ما براتون جور کردیم. خب چطور را جور کنیم؟ خب اولین کاری که میکنیم بیاید در ستینگ زبان اردو رو باید ما در کیبورد ما اضافه کنیم. خب در این قسمت کامل که بالا به کیبورد انتخاب کنید، در قسمت بالای کیبورد میزنید. ببینید اینجا 4 زبان است از من: انگلیسی، فارسی، همراه ایموجی و اردو. در این قسمت بین شما هم در قسمت افزودن کیبورد قسمت اردو نوشته کنین. اردو که نوشته کنین بعدش انتخاب کنین، دومیش انتخاب کنین. مقصد انتخاب کردین بعدش دیگه ما انتخاب کردین قبلا از ما دیگه نمیشه بردوم انتخاب کنم. شما هم که انتخاب کردین ببینید داخلی اضافه میشه. این اردو که اضافه شد دیگه با این کاری نداریم. بیاین برنامه انشاء تا باز میکنم. من در برنامه انشاء جور کردم چون خیلی گفت انشاء تا میشه نمیشه، به اون خاطر در برنامه های مووی ساده است. از ان شاء الله که آموزش براتون میمونم. خب ببینید دوستا، اولین حرف که هست میبینید شما حرف ایش به اون رقم از، دومیش به این رقم، سومیش به این رقم. خب به می رقم هم حرفایی که درخواست شما دانه دانه براتون یاد میتونم. دوستان عزیز، بیاین بالای حرف اولیش میایم براتون بگم که چی رقم میهره جور کنیم به می شکل. خب روی زبان کیبورد میبخشید روی کیبورد اردو بیاین حرف کاف انتخاب کردم همراه هی. ببینین هی ساده به این رقم است، یک لحظه به این رقم است. اگر ما بخوایم کم استایلی ترش بسازم به این رقم میشه، مثل فونت نستعلیق قوری میشه. خب به این شکل خاصه نم جور میتونین. یعنی همه قدر است ساده به می رقم جور میشه. خب این رقم جور کنیم بعدش حرف بعدیش به این رقم چطور جور کنیم. خب حرف کاف انتخاب کردین همراه هی استفاده کنین به این شکل. خب کوشش کنین کیبورد کلش کیبورد ساده خود از تلفن است. شما ببینین میشه می کیبورد اگر شما هم داشت از خود را انشاء استفاده کنین. آی مووی خودش استفاده میکنه کیبوردش اکثریت وقت فرق نمیکنه. خب به این شکلی را جور میکنن. این حرف که دومیش هم کس با مو رقم است. حرف هیچ قدر مشکل نیست، فقط شما زبان اردو رو بیارین در تلفنتون خلاص. بعد چی رقم که نوشته میشه. خب شما ببینین دوستان عزیز، اول حرف کاف میگیریم بعدش میایم در این قسمت از فاصله ها ایجاد میکنیم. خب شما هم شاید دیده باشین بعضی تلفن ها شاید داشته باشه بعضی نه. خب خیر من میبینم بازم از کسایی که گلکسی بود مزمی براتون یک جور میکنم روان میکنم در تلگرام. میتونید رقم شما استفاده کنیم. مثلا حرف ای روان میکنم همراه از این حرف. شما میتونید از هر دو شما استفاده کنید. اگر شد خود ان شاء الله ما براتون روان میکنیم یک امتحان کنم. خب به این رقم که نوشته کردین بچه‌ها از فاصله کم اضافه کنین. در مابین کار از میخوایم یک نقطه بونیم یک ایموجی بونیم. خود دیگه دست خودتان به این شکل میتونید از این علامه اشاره هم استفاده کنید، از هم استفاده کنید، ندایم استفاده کنید، از سوالی هم هر رقم خواستین خودتون جور میتونید همچنان ایموجی در این قسمت بونید به این رقم دیگه دست خودتان هر رقم خواستین. من فعلا هم ساده یک تا ایموجی استفاده میکنم به می رقم. بعدش این که حرف این میبینید زیرش یک تا زبرک است و همراه چیزی او هم مثل مو حرف که جور میشه. خب ببینین این مخالی نوشته میکنم. میبخشین زبان اردو بی حرفش گداوت است. میره که نوشته کردم بعدش یک قسمت فاصله یک باید اضافه کنیم. در قسمت پالی حرف یا و بین حرف یا و نون یک فاصله اضافه کردم. میرم به می شکل به می اندازه خوب است. بعدش میارم در قسمت مابین یک کار. ببینین اگر ما این علامه را بونم میشه، علامه ندایه را بونم میشه، سوالیه را هر کدوم که شما خواستین انتخاب کنین. خب میره فعلا انتخاب میکنم و حرف نون ببینین یک تا زبرک در حرف نون استفاده کرده بود به می شکل. خب ایرام شما جور کنین. خب دیگه دلخواست اگه اون هر رقم خودتون خواستین دیزاین کنین. بعدش دومیش که سلام است. ببینین میشه چطور جور کنیم. خب خیلی هم مسیج کرد اگر ما روی کیبورد فارسی خود ما بیایم ساده ببینین حرف میم هر چی که بگیریم میبخشین از زبان اردو شد ما زبان فارسی بیایم به این شکل. ببینین هر چی روی حرف میم میگیریم دیگه کلا حرکت نداره. خب خیلی گفت چطور جور میشه. خب من حرف سلام مکمل پاک بسازم مسیج چه. ببینید دوستان عزیز، سلام نوشته میکنم من به می رقم. اگر میخواستیم میشه استایلی بسازیم به این رقم بالای حرف میم مکمل میگیریم. خلاصه کلش به کیبورد اردو میشه. شما میتونین جور کنین به می رقم جور میشه. خب بیام بود از حرف سلام اون از حرف میم خلاصه پولیش هم میم از دگان میم جو کنش یاد گرفتین. یک چیز دیگه هم براتون بگویم. بعضی حرفا هم شاید دیده باشین.
خوب در حساب کی براتون نوشته کنم به این رقم میبینین که اگه خالی نوشته کنم به این رقم میشه یک لحظه به این رقم. اگه خواستین استایلی بسازین این نیایش هست که دو رقم یاد دارم یک رقمش استفاده میتونین. یا هم دم یا مووی جور میشه اگر خواستین میتونین جور کنین. خب دیگه حرفاش شما چک کنین میشه اگه حرف دگام باشه ما قدر با امروز کار نداشتم دیگه چک کنم کلش از اول تا آخر. خب به این رقم جور میشه. بعدش ایموجی بالا یک ایموجی انتخاب میکنین اول ایموجی را انتخاب کنین. بعدش در قسمت امو شکل کوک بود یک لحظه به این شکل میاین ببینین یه دومیش یک نقطه کلیس انتخاب میکنین. خوب یک لحظه می طرف ایموجی بیارم به این شکل. خب شما میبینین نقطه که همیشه وقت شاید دای مووی براتون آشنا باشه انتخاب کرده باشن خیلی ها. این که انتخاب کنین بعد شما من تگرف مثل من نوشته کنین به می رقم میبینین از اول تا آخر کلش براتون گفتم چی رقم جور میشه. ببینین یه خطای مووی درست شد. خب دوستان عزیزی کارا قدر مشکل نیست خیلی کم حوصله میخواد شما یکی دو بار جور کنین براتون عادی میشه. بازای اگه شما زودتر کدا بیاین پاکم کنین نوشتم کنین میتونین به می رقم روی حرف اردو بیاین زودتر کدا هر کاری که بخواین هم میشه. خب کوشش کنین زیادتر وقت بچا از یا جور میکنین یکم زحمت بکشین خوبشتر میه وقت هم اگر شما زحمت نکشین خوبشتر نمیه. خب دوستان عزیز دیگه ما مزید بیشتر وقتان نمیگیرم بخشش باشم یک آموزش گفته بودم از ویدیو استار براتون میمونم. خوب دیگه از من زیاد درخواستی شد مجبور شدم یک آموزش بانم ما مزید بیشتر وقتان نمیگیرم. خوب اگر بیننده جدید ما هستین حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین ویدیو ما رو لایک و کامنت کنین از پیشتون خوش میشم تا ویدیو بعدی الله حافظ همتون.